سلام بیننده های عزیز، این بار میخواهیم که پل خشتی ولایت بدخشان را به معرفی بگیریم. لطفاً ما را دنبال کنین. پل خشتی یکی از مکانهای تاریخی و گردشگری در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان است. این پل در فراز دریای کوکچه اعمار شده و تقریبا 300 سال کم و بیش قدامت تاریخی دارد و یکی از مکانهای مهم گردشگری و تفریحی در شهر فیض‌آباد به شمار میره و به ویژه در روزهای جمعه و ساعات بین عصر و شام مردم در این مکان بیشتر می روند و غذاهای محلی که در اینجا موجود است و میوه های محلی گردشگرها از او استفاده میکنند و بسیار جای دیدنی و زیبا هم است. و همونطوری که شما میبینین دوستای عزیز، این پل توسط آب پوشانیده شده، چون آب دریا سطح آب بلند است. در فصل تابستان این سطحش پوشانیده میشه، اما در فصل زمستان آب خیلی کم میشه. و در این پل دوستای عزیز، همانطوری که شما میدونین، مساله سنتی، مثلا مسالجات سنتی از جمله خشت پخته، گچ، خاکستر و تخم مرغ گفته میشه که در این استفاده شده و این ساخته شده. و در گذشته ها در شهر فیض‌آباد دیگه پل وجود نداشت، فقط همین پل بود که شهر کنر و شهر جدید وصل میکرد و بعدتر این پل آهنی که یک کمی بالاتر از چی قرار دارد، پل خشتی بعدتر ساخته شد. و واقعا پل خشتی یکی از جاهای بسیار تاریخی است که این را همیشه بالایش توجه صورت میگیره و هدفم توجه گردشگرها بسیار جلب کرده به خود و گردشگرای بیشتری به این محل سفر میکنند. و جالبی است که در این پل همه چیز راه سنتی و وجود داره و مردم بیشتر تلاش میکنن که بیاین و از اینجا دیدن بکنن. و آببازی هم یک تعدادی که به آببازی بلد باشن در مسیر پل خشتی میاین، در این قسمت های بالا و پایین ازی آببازی میکنن، به ویژه جوان ها و در فصلی البته گرما و تابستان. دوستای عزیز، متاسفانه این پل در اواخر و منظورم در اواخر در 30 سال اخیر تا 40 سال و 50 سال اخیر توجه کمتر صورت گرفته و این پل در حالی از بین رفتن است و خراب شدن است و تا هنوز هیچ نهاد و ارگانی در این قسمت توجه نکرده که این را بازسازی بکنه. فقط تنها کاری که صورت گرفته در گذشته ها موتر از این پل عبور میکرد، ولی فعلا همین موترها توسط نهادهای زیرا بند شده و اجازه عبور و مرور را نداره. تشکر از اینکه بیننده برنامه ما تا این دم بودین. از حمایت و همکاری شما سپاسگزار هستم. لطفاً برای تهیه ویدیوهای بیشتر و حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت بگذارید تا نظریات شما را ما بتونیم به خوبی از این طریق بخوانیم و دریافت کنیم و برنامه‌های خوب و جدیدی را از زیبایی‌های ولایت بدخشان و مکان‌های تاریخی براتون ثبت کنیم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.